امروزه عمده‌ترین مسائلی که در همه زمینه‌ها منجر به شکست می شود عدم مشاوره است. در مسئله ازدواج پدر با دختر مشوره نمی کند، پدر با فرزند مشوره نمی کند، از قوت قهریه و جبریه‌اش استفاده می کنه، ازدواج اجباری رخ می دهد. فردا این زن و این مرد با هم دیگر سازگار نیستند، منجر به طلاق می شود. شاید 5 سالی 10 سالی ما دوام بیاورند، کودکان طلاقی به جامعه تحویل داده می شود. فردا می بینیم که جنگ و درگیری در خانواده رخ می دهد. علتش اینه که فرزند مسلمان را ازدواج داده، دختر مسلمان را ازدواج داده، اما از او مشاوره نگرفته است. اگر پدر و مادر و برادری دختری را و خواهری را بدون مشورهش به نکاح کسی در بیاورد و او قبول نکند اون نکاح، طبق گفته صادق المصدوق جامع الکلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باطله. فرق نمیکنه اون زن باشه، دختر باشه یا پسر باشه.